حدیث قدسی: 3 خصلت مهم در تقرب الهی. خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود: به یقین بندگانم با چیز به من تقرب نیافتند که در نظرم محبوب تر از 3 خصلت باشد. گفت: پروردگارا، آن 3 خصلت چیست؟ خداوند متعال فرمود: ای موسی، زهد و پارسایی در دنیا، پرهیز از نافرمانی های من و گریستن از خوف و خشیت من. الجواهر الثانیه، صفحه 38.